سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روش خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: تخصیص 1116 جریب زمین برای ایجاد پارک صنعتی تولید ادویه معیاری در کابل، کشف و نابودی دو کارخانه پروسس و تولید مواد مخدر در ولسوالی بکوی ولایت فرا و کمک 2.5 میلیارد دلاری کانادا به اوکراین. امروز یکشنبه هفتم ماه جدی سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها، دفتر مطبوعاتی مقام ولایت کابل میگوید که بر اساس هدایت رهبر امارت اسلامی افغانستان 1116 جریب زمین مربوط ریاست اراضی این ولایت در ولسوالی میربچه برای ایجاد پارک صنعتی تولید ادویه معیاری و معاینت غذا و ادویه وزارت صحت آمد تسلیم داده شد. ملا امین الله عبید والی کابل در رأس یک هیئت رسمی به ولسوالی میربچه سفر و روند خطاندازی، تسلیمی و انتقال زمین برای ایجاد این پارک صنعتی را بررسی کرده است. والی کابل در جریان این بررسی گفته که تطبیق چنین پروژه ها نقش ارزنده در رشد اقتصادی، توسعه صنعت و بهبود خدمات صحی در کشور خواهد داشت. نیروهای پلیس قومندانی امنیتی ولایت فرا در اقدام جداگانه دو کارخانه پروسس و تولید مواد مخدر را در ولسوالی بکوی این ولایت کشف و نابود کردند. وزارت امور داخله میگوید که در پیوند به این قضیه 2 تن بازداشت شده که پس از تحقیقات ابتدایی به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. وزارت امور داخله میگوید که 237 فرد معتاد به مواد مخدر پس از درمان صحتیاب شده و به آغوش خانواده برگشتند. این معتادان چند پیش از ولایت‌های بلخ، ارزگان، کندوز، فرا، سرپل و پکتیکا جمع‌آوری و به مراکز درمانی معرفی شده بودند. و در اخیر مارک کارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرده که کشورش 2.5 میلیارد دلار به اوکراین کمک می‌کند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این کمک به منظور دسترسی اوکراین به منابع مالی بیشتر این کشور از صندوق بین‌المللی پول اختصاص یافته است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.